وقتی بنده دست به سویش دراز می کند، خدایا من محتاجم، من فقیرم و من به تو رجوع می کنم، اینجا بنده بندگی خود را و عبودیت خود را برای پروردگار عالم اظهار می کند. هرچه دست بالا کنی به سوی رب العزت و الجلال، بیشترتر با خدایت بندگی می کنی و عجز خود را به رب العزت و الجلال آشکار می کنی. عبودیت و بندگی انسان که خدایا من بنده تو ام و تو خدای منی، تو خدای منی، من یک خدا دارم، من یک رب دارم، من یک امید دارم و هم توی ای پروردگار عالم، و تویی که وعده دادی و تویی که فرمان دادی و برای من گفتی بخوان مرا، درخواست کن، دست خود را بالا بکن به سوی من، از من طلب بکن. عبودیت و بندگی، خدایا من بنده تو ام، تو خدای منی، من به غیر تو خدایی ندارم، جای ندارم، مکان ندارم، به کجا رجوع بکنم؟ من به طرف تو رجوع میکنم. تو خودت گفتی ففروا الی الله، به سوی الله فرار بکنید، بروید به طرف پروردگار عالم. من به سوی تو، به طرف تو چشم امیدم تو هستی. یک امید دارم، توی ذات الله رب العزت و الجلال. عاجز شوید، غیر از عز چیزی دیگر داریم. خدا به درگاهش همه چیز را دارد، یگانه چیزی که به درگاهی الله راه ندارد عجز و ناتوانی است. او از بندگان میخواهد. خدا میگه من عاجز نیستم. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. من بی نیازم، هیچ نیاز به عبادت تو، به ذکر تو، به نماز تو من ندارم. این نماز نه عظمت ما را زیاد می کند، این ذکر نه شکوه ما را بالا می برد. بنده باید عاجز شود به درگاه رب العزت و الجلال. وقتی بنده با کمال تواضع و عجز و فروتنی دست به سوی او که مالک جهانه، او که خالق زمین و آسمان، پروردگار بزرگ، وقتی دست دراز می کند با کمال تواضع و فروتنی و فریاد الله الله را سر می دهد، این فریاد الله الله بنده گناهکار به نزد الله خیلی مقبوله. الله این صدا را خیلی دوست دارد. شاید یکی از حکمتهای مصیبتها برای بنی آدم این باشه که بنی آدم خدا را فریاد بزنند و از الله بخواهند. خسته نشوید، بار بار دعا بکنید به درگاه پروردگار عالم. فکر نکن دعای من ارزش نداره به درگاه الله. فکر نکن شاید خدا تحویل من نگیرد. فکر نکن که شاید خدا صدای مرا نشنود. صداها خیلی ارزش دارد به نزد الله رب العزت و الجلال.